پارت دوم، لاک‌پشت ها. میدونستیم بعضی از گونه های لاک‌پشت ها میتونن از مقعدشون نفس بکشن؟ بله، این پدیده یه اسم علمی داره به اسم کلوکال، یعنی نفس کشیدن از راه کلوکال. داخل کلوکال دیواره‌هایی پر از رگ‌های خونی وجود داره که میتونن اکسیژن موجود در آب رو جذب کنن، درست مثل شش. به همین خاطر لاک‌پشت‌ها میتونن ساعت‌ها یا حتی هفته‌ها زیر آب بمونن بدون اینکه مجبور باشن برای نفس کشیدن به سطح آب بیان. واقعا خارق‌العاده است. تصور کن یه لاک‌پشت زیر یه رودخونه سرد یا حتی زیر یخ در سکوت کامل یا حتی تو حالت بازیگوشیش هم اکسیژن مورد نیازش رو از همین روش عجیب تامین میکنه. و اینم بدونی که این گونه لاک‌پشت‌ها تو فصل بهار از آب بیرون میان، چون عاشق فصل بهارن. اینجا رو خودمونه میگم چون ما انسان‌ها خیلی کنجکاویم. یه وقت یه لاک‌پشت دیدی نری دستتو بذاری اونجایی که نفس میکشه و تو صورتش نگاه کنی ببینی کبود شده یا نه. این گونه واسه گونه ایتالیاست. عاشقتونم.